ولی از طرف امارات اسلامی 15,000 که مربوط امارات اسلامی بودیم بله نه مدرسه شخص جامعه اسلام تو هم یک سبب هم خاطر داره همین بمونی همین دمیام مفهمیدیم؟ باز از اینجا با ما حضرت سلمان فارسی میگن 15,000 وجود بود امارات اسلامی همگی از اینا انتقال به زیارت‌های مهم که ما شما رو به جبل احد باز از کوه احد مسجد قبلتین باز از مسجد قبلتین به خندق باز از خندق و مسجد قبا باز از مسجد قبا و باغ سلمان فارس میرویم باز از اینجا تمام میشه آجی صاحبا به امارات خود میرن باز شاید میکنن یک کمی استراحت میرن خاطر که باید کنه بتانن باز مستقیم به طرف مسجد نبوی صلی الله علیه و سلم میریم جهت ادا کردن نماز ظهر به خاطر که یک نماز پیامبر صلی الله علیه و سلم در مسجد من برابر با هزار نماز نفل قرآن شریف به هر کجای بخونیم هر وقت زمان میشه نماز به خانه‌های خود ما هر کجای بخونیم میشه اما مسیح رسول الله صلی الله علیه و سلم فضیلت و شمار داره یک نماز برابر به هزار نماز و صاحبا کوشش کنن کسای نماز یک نماز قضا کردن به هر وقت نماز پیشین میخوانن و صاحب کوشش کنه یک وقت نماز پیشین هم قضایی بیارن که بسیار یک فضیلت داره که دیگه مثلا نمیشه بعد از سالیان سال منتظر بودیم کسانی که الله تعالی اونها را خواسته بود باز آنها بیامدن اینجا خدای متعال عجب همگی را قبول کنه تکسیر کرم موتر ما شما اون طرف بله موتر ما شما همون طرف بخیر میریم با موتر سور میشن باز از حرکت میکنیم به طرف باغ سلمان فارس رضی الله تعالی عنه سلمان فارس کسی بود که فارسی زبان بود از چی بود بیامد با مدت اینجا با محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن مسلمان فارس عمر زیادی کردن خدمت‌های زیادی اسلام کردن حتی روزی که مسلمان ها سرزمین فارس گرفتن که افغانستان و تاجیکستان و ایران و سمرقند و بخارا و از اینا منام بسیار یک امپراتوری کلان ابرقدرت بود در دنیا که ساور شکست دادن با سلمان فارس اونجا حاکم قرار دادن با سلمان فارس گفت که به خدا قسم وقتی که من اینجا بودم اما همه قصرهای ایران حتی به داخلشون رفته نمیتونستم که ببینین اسلام چه عزتی داد نه فارسی گفت نه عرب گفت نه عجم گفت نه دیگه قوم گفت فقط هر کسی به اسلام خدمت کرد باعث افتخار مسلمان ها شد ما سلمان که معلم صاحب بخاطر اینکه بچه‌ان با واسطه معلم درس آدم نمی‌خوره این سلمان ببینن که معلم درس می‌خوره بعد شرطی که یک چیز که مهم است معلم صاحبا هم باید کوشش کنن با حاجی صاحبا خدمت کنن به خاطر خدمت اصلا معلم صاحبا حاجی صاحبا چیزی که با حاجی صاحبا مهم اطاعت مهم است اطاعت مهم است اطاعت بکنن اطاعت بله بدون معلم صاحبا نمیشه بله موتر ما شما کجاست؟ نمبرش ما گرفت شانس کردیم اول بار بدیم دیگه صاحبا تازه میامد موتر ما نمبرش گرفتم نمبرش گرفتی؟ موتر تقریبا همون میشه شاید همه موتر اون طرف همون طرف سیاه کوشش کنید ناش صاحبا از این وقتا فرصت‌ها استفاده کنید احترام یک دقیقه بعد تو عبادت الله رو بکنید